دیگران 6 جای ما بخنی مهمون آمد بسیاری کودک چی؟ نگاه دادر کنم مایده چقدر دیگر دوستش بکنم قدر مغز جان پروری من کلان میشوم میروم عسکری بر سرم آفتاب بر سرم جان شوم بر سری دشمنم باران شوم خیلی طلبات برای جایگیری کردن کودکان در مسیرهای مکتبی خیلی زیاد گردیده است و تحلیل‌های ساختارهای مربوطه مثلا نسبت سانیتاری اپیدمیولوژی و مثلا متفقات دیگر سنجش شد و خود ریاست بیماری شهر دوشنبه از آن شهادت می‌دهد که در حقیقت شماره کودکان فراگیری در یک قسمی مؤسسات مکتبی از معیار زیاد و بعدی سپارش‌های بسیار قطعی مثلا رئیس شهر دوشنبه نامزد باید و باید بگم که خیلی ابجکتیوانه است نسبتی غمخواری به کودک است که باید هر یک کودک در شرایط بود و باشی در مؤسسه مکتبی و پررگی رعایت گردد موافق معیارها و از این خاطر ریاست معارف شهر دوشنبه تمامی نشاندادهای فراگیری در تمام کودکستان‌هایی که از بودجه ناحیه‌های شهر دوشنبه و بودجه شهر دوشنبه برگزاری می‌شود زیر نظارت گرفته است و فقط توسط ریاست معارف شهر دوشنبه برای به نوبتگیری آنها براه مانده شده است و ما فقط در چارچوبه به خاطر که اون بعضی زیادگیری کودکان بود ریاست معارف شهر دوشنبه در تمام مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی اونایی که امکان داشتن ما کتب‌های یک قبطه رو با قبطه‌های دو قبطه خواب کودکان عوض نمودیم امروز تصمیم گرفتیم که موافق همون زیاد کردن از روی جای خواب ما اونها رو هر یک جای خواب برای یک کودک رو تامین کنیم چارچوبه قانون البته با پیشنهاد در موافقت با ساختارهای قانون مثلا قانونگذار باید ببینیم که در دیگر ممالک فرض کردیم چی در روسیه و بلاروس دیگر در وقت فراگیری به مؤسسه بودجتی البته بعضی امتیازها با اونهای زنهایی که کار میکنن البته در حالت عریضه دادن بعضی امتیازات داده میشود که پیش از همه البته اونهایی که مشغول کار هستند در ساختارهای دولتی کار میکنن در ساختارهای قدرتی کار میکنن البته که ما با اونها باید یک قدری دستگیری کنیم چون که یگان خواهران و مادران مثلا در خانهشون باید که درست تحلیل کنند که اونها البته که امکان در خانه دارند لیکن در حالت مؤسسه بودجتی باید اونها هم دانند که نسبتاً از این منطق هم باید که اون مادری که در ساختار دولتی در کار محصول کار میکنند البته که باید کمی محصول باید داشته باشد و دیگر باید که فراموش نکنیم که در برابر مؤسسه بودجتی مؤسسه‌هایی هستند که خصوصی و نزد اونهایی که به طرز شرطنامه‌ای میگیرند یعنی که مرحمت اونجا باید هیچ کس محدودیتی در این بودجتی هم که ما تا امروز محدودیت نداریم در اونجا همه آزاد باید که قبول میکنند